بنا به اطلاع قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان طی شبانه روز گذشته 2 نوامبر سال 2022 در قلمرو جمهوری چندین حالت سیل و سنگریزی رخ داده باعث موقتا مسدود شدن چندین راه ماشینگر شده است. از جمله ساعت 11:00 دقیقه به سبب بارشات بیست سطح آب سوی دهه نظیرآباد جماعت سیمگنج در کنار شهر وحدت بالا رفته سنگ و لای زیاد را بر روی راه وحدت رامید فرو ریخت و حرکت نقلیات را توسط این را مشکل ساخت. کارمندان وزارت نقلیات با استفاده از تکنیک مخصوص راهها را توزیع و حرکت نقلیات را برقرار کردند. ساعت 14:30 دقیقه به سبب بارشات زیاد در کیلومتر 447 شورای دوشنبه خوروغ در نزد دهه خیخک جماعت یزگلام نویه ونج سیل آمده این شورا را برای حرکت ماشین‌های کلان وزن بست. برای رفع عاقبت‌های آفت طبیعی تکنیک مخصوص از نویه ونج جلب گردیده علاکه ساعت 18:45 دقیقه حرکت نقلیات را پورا برقرار کردند. ساعت 14:35 دقیقه باران‌های سخت سبب سنگریزی در کیلومتر 570 شورای دوشنبه خوروغ در حدود دهه بنی جماعت به نام شیرینجان و فنویه شغنان شد. در نتیجه این قسمت شورا مسدود شد. راهسازان با جلب یک تکنیک مخصوص راه را توزیع کردند و علاکه ساعت 15:53 دقیقه حرکت نقلیات در این قسمت راه برقرار کرده شد. بر اثر این آفت طبیعی خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. همچنین ساعت 16:10 دقیقه در حدود جماعت به نام دوستمراد علی فنویه فیض‌آباد سطح آب سوی سرخدره در نتیجه بارشات زیاد بالا رفته و سیل راه‌های به سوی دهه‌های کنگیلی، کنجا آباد و چقرک را پورا مسدود کرد. برای رفع عاقبت‌های این آفت طبیعی تکنیک مخصوص اداره راهسازی و همچنین اهالی محلی سفربر کرده شدند.